آقا من اصلا خبر نداشتم، شما توی کامنت نوشتید فهمیدم که پیمان معادی قرار بوده نقشی که حامد کمیلی بازی میکنه رو تو این سریال بازی کنه، بعد حالا افتاده به عفیه تهران و اینا کنسل شده و خدا رو شکر که کنسل شده. من واقعا توان دیدن پیمان معادی تو این سریال رو نداشتم، الان تو عزازیل دارم میبینمش اذیت میشم، چه برسه دیدن پیمان معادی تو بلیت یک طرفه. خدا رو شکر که رفتن عفیه تهران رو ساختن. اومدیم با بررسی قسمت دوم سریال شاهکار بلیت یک طرفه با سوتیای عجیب و غریبش. بریم برگردیم. سلام، محمد علی شیرزاد هستم. خوش اومدید به کانال خودتون. شیرزاد فیلم قسمت قبلی این سریال رو بررسی کردم، لینکش میادیم بالا. پیشنهاد میکنم که اگه ندیدید اول اونو ببینید و بعد بیاید سراغ این ویدیو، و اینکه اگه علاقه دارید به بررسی فیلم و سریال و ویدیوها رو میبینید و هنوز کانال رو سابسکرایب نکردید، با زدن دکمه سابسکرایب بزرگترین حمایت رو از من و این چنل میتونید داشته باشید. دمتون گرم. آقا باز بدون دوبله سریال قابل تحمل‌تر میشه، چون واقعا گند زده به معنای واقعی دوبله تو این سریال. حالا خود سریال که همچین چیز شاهکاری هم نیست، ولی خب دوبله آورده چند برابر بدترش کرده، مخصوصا سر این کاراکتر. یعنی اصلا انقدر بد این اتفاق افتاده که من واقعا فکر میکنم همینجوری سرپایی اومدن یه چیزی گرفتن که فقط گرفته باشن که دوبله هم بگن داره کار، چون واقعا هیچ جوره نمیشه این مدلی یه دوبله نشینه روی کار. اصلا جدا از دوبله افتضاحش، ترجمه افتضاح تره. درسته من به ترکیه استانبولی مسلط نیستم، ولی ترکیه خودمون رو کامل بلدم. کاملا مشخصه که یکی برداشته همینجوری تحت اللفظی دیالوگایی که به زبان ترکی بوده رو برداشته ترجمه کرده به فارسی کاملا تحت اللفظی و همینا اینجوری سرپای دیالوگا رو گفتن. چون میدونی فارسی صحبت کردن اینا تو این سریال، دیالوگایی که دوبله شدن، شبیه فارسی صحبت کردن کسیه که زبان اصلیش، زبان مادریش ترکیه و الان داره سعی میکنه یه جمله ای رو به فارسی تبدیل کنه و بگه کلمه به کلمه، تو ذهنش معادل سازی میکنه. همچین چیزیه. تقریبا 90% دیالوگا که این مدلی ترجمه شده، ولی یه جمله‌ای که واقعا رفت رو مخ من و ساده ترین جمله‌ای بود که میشد درست ترجمه کرد این بود که میگفتن خدا رحمتش کنه. من فکر کنم با زیرنویس اضافه کردن، زیرنویس بعد از این شکایت‌های ما، و با زیرنویس ببینید بهتره، هرچند که اونم خودش یه ظلمیه به خدا. یعنی خیلی عجیبه که یه کاراکتر میاد فارسی حرف میزنه و اون کاراکتر ترکی جواب میده و این دوباره فارسی جواب میده به اون. اصلا همچین چیزی قفل بوده، نمیدونم چی تو ذهنشون گذشته که اومدن همچین حرکتی زدن. یعنی به چی واقعا فکر میکردن؟ ببین کلیت ایده سریال خیلی جذاب میتونه باشه واقعا. یعنی اصلا فکر کنید ایده باحالیه و میتونه کاری بکنه که منو مخاطب هی دلم بخواد که ببینم قسمت بعدی چه خبر میشه، یه معمایی شکل بگیره این وسط، ولی من مخاطب تهش دلم بخواد قسمت بعدی بیاد بشینم یه ذره به این سوتیا، به این اتفاقای عجیب غریب بخندم. همین. بعد آخه مثلا این چه دیالوگاییه؟ چی گفته بود؟ همراه چایتون چیزی لازم دارین؟ آره یه پتو لازم. آخه همراه چایتون چیزی لازم دارین چه جمله‌ایه؟ اینو کی نوشته؟ بعد این قاب چرا اینجوریه؟ این چه زاویه عجیب و غریبیه؟ خب درستش یه ذره این برتر بود. میدونی اونجا مانعی وجود داشته که نتونستی سپایه رو ببرید این برتر، این قاب عجیبو گرفتین. بعد من فکر میکنم به نظرم آقای کمیلی خودش هم اصلا استانبولی حتی یه ذره هم مسلط نیست، اصلا بلد نیست کلا. دلیل دارم، چون وقتی که یه دیالوگی رو به فارسی میگه و کاراکتر روبرو شروع میکنه به ترکی حرف زدن، آقای کمیلی یه جوریه که انگار منتظر دیالوگ این تموم بشه که انگار مثلا نوبتیه دیگه، این دیالوگش تمام بشه شروع کنه دیالوگ خودشو بگه. وقتی این داره حرف میزنه یهو مثلا با سرش و با بدنش یه ریاکشنایی نشون میده که ربطی به جمله‌ای که اون آدم میگه نداره. یا یکی دیگه از دیالوگایی که خیلی برام عجیب بود این بود که گفت، این خانم گفت واقعا آدم خیری بود. چرا آدم خیری بود؟ چون اتاقی که حموم داشت رو داده به این. اتاق خیر دامیده توی ترکی معنی میتونه بده، یعنی میشه برای این موقعیت استفاده کرد، ولی توی فارسی هیچکی به کسی که اتاق حموم داره شو داده به یکی دیگه نمیگه آدم خیری بود، میگن آدم باحالی بود، آدم با معرفتی بود، دمش گرم، میدونی مهربون بود، معرفت داشت. هیچکی نمیگه آدم خیری بود. بعد یه اتفاق خیلی عجیبی افتاد، تیر خلاصو به نظرم همونجا زد. نمیدونم برای شما هم این اتفاق افتاد یا نه، یعنی تو نسخه‌ای که شما دیدید همین اتفاق وجود داشت یا نسخه‌ای که من دیدم باگ خورده بود؟ توی اون خونه کسی نبود به جز حامد کمیلی و این خانومه، یعنی هیچ کس دیگه ای نبود. حامد کمیلی روشو برمیگردونه اینور، دوربین میاد روی این خانوم و صدای این خانوم میاد ولی لبش اصلا تکون نمیخوره، هیچی. بعد دیالوگه چیه؟ این مهمه. مرسی.
فکر میکنید این دیالوگ مال چیه؟ من میدونم. موقعی که داشتن دوبله میکردن، اون سکانس آخر اون سکانس بود دیگه، دیالوگ دیگه نمونده بود. دیالوگا رو گفتن، خانومی که داشته این نقش رو میگفته بعد از تمام شدن گفته مرسی و این صدا ضبط شده. بعد اونو کات نکردن، آوردن تو خود سریال. خدایا من گوشم داره زنگ خود جواب. این خیلی عجیبه. برم برگردم. آره من دفعه قبلم گفتم به نظرم واقعا تدوینگر با کارگردان مشکل داره، هرچند که کارگردان هم خودش به نظرم با اثرش مشکل داره. چرا اینقدر طول میده همه چیزو؟ چرا اینقدر 3 ساعت ما باید یه اتفاقی رو ببینیم، یه موقعیت رو ببینیم، 2 ساعت اونجا وایساده بچگیش یادش میاد. بابا دیگه 10 ثانیه بیارش به تمامش بره. جزء به جزء فوتبال بازی کردن، گل کوچیک بازی کردن، اینا رو ما دیدیم. به چه دردمون میخوره؟ حامد کمیلی میخواد از اینجا بیاد برسه به اینجا، ما کل این مسیر رو همراهشیم و پلان میبینیم. به چه دردمون میخوره؟ بابا فیلمه به خدا، قرار نیست ما این قسمت رو ببینیم. مثلا اینجا هیچ اتفاقی نمیفته، شما کات بزن بیاد برسه اینجا ببینیم چیکار میخوای بکنی اینجا. بعد الان این کیه؟ چرا اینقدر پویا مختاریه؟ بعد میشناخت حامد کمیلی رو؟ اگه میشناخت که هیچ ریاکشنی نشون نداد، یعنی مثلا سلام تو کی هستی و فلان. خب چرا ما نمیدونیم از کجا میشناسه؟ ما باید بفهمیم اینو. چرا هیچ نگفتی؟ یهو رفتی سراغ اصل مثلا. اگه نمیشناسم که خب باید میگفت تو کی هستی اصلا اومدی دم در اتاق من. ستاره انداختی 3 تا اومد. بعد حالا خنده‌دارترینش اونجا بود که تفنگر رو برداشت گرفت اینجوری، بعد گذاشت هجش گفت ببخشید. میفهمم چیکار می‌خواستی بکنی ولی در نیومده دوست من. توی یه دونه نما معرف ما شهر رو می‌بینیم، تایم لپس مثلا که شب داره میشه روز. حالا بگذریم از این که توی نرم افزار اومدن شب و روز کردن، تو روز هم تک تک چراغ روشنه، یه دونه چراغ هم خاموش نشد کلا. از این بگذریم. آخه بزرگوار کات که می‌خواستی بزنی یه ذره زودتر کات می‌زدی که با پلان بعدی همخونی داشته باشه، تایمش، زمانش، نورش. اینجا روشن‌تره، اینجا تاریک‌تره. بابا به خدا این مسائل خیلی ابتداییه. حالا برسیم به همون سکانس خدا رحمتش کنه. اومده وارد اون محل کار داداشش شده، با یکی آشنا میشه. بگذریم از این که دیالوگی که اون آدم میگه اینه: چطور میتونم کمک چی بود؟ سلام چطور میتونم کمکتون کنم. بیانش هم اینه آخه، میدونی چطور میتونم کمکتون کنم و عادی بگی اوکیه، وقتی بگی سلام چطور میتونم کمکتون کنم خیلی یه جوریه. حالا با اینم کار نداریم، نمیخوام دخالت کنم ولی اگه من بودم اونجا کات میزدم به داخل دفتر این آقا. چه دلیلی داشت ما کل اون مسیر رو ببینیم این بیاد با 16 نفر دست بده و تک تک اینا بهش بگن خدا رحمتش کنه، خدا رحمتش کنه، خدا رحمت. چی کار کرد این سکانس؟ چه چیزی اضافه کرد؟ اینی که اصلا این چی بود ما دیدیم؟ خب چی میشد اینجا رو نبینیم و کات بخوره به داخل دفتر این رفیقمون؟ داداش به خدا فیلمه، سریاله، قرار نیست همه چیزو ببینیم. اعصابم خورد شد. بسته برای این قسمت. حالا دیگه نمیدونم از قسمت بعدی اصلا بررسی داشته باشیم یا نداشته باشیم. شما هم نظرتون در رابطه با قسمت دوم این سریال برام توی کامنت ها بنویسید. اگه از ویدیو خوشتون اومد لایکتون نره و اگه هنوز سابسکرایب نکردید اگه دوست داشتید سابسکرایب کنید. این ویدیو هم بررسی قسمت که نه فیلم ساعت 6 صبح آقای مدیریه که خیلی عجیب، خیلی عجیب. اگه دوست داشتید ببینید. فعلا